درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتار 44. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. می سزد که مرگ سودخور را اثر بهترین ادبیات ملی نامیم. هر کسی که نمونه عجایب اثر ریالیسم سوسیالیستی را دانستن خواهد، بگذار باب آخرین مرگ سودخور را بخواند. اندره ویومسر. صدرالدین عینی یکی از بزرگترین فرزندان ملت است که در یک دوره بحران سرنوشت ساز فداکارانه تلاش کرده برای تأمین بقای عمر ملت قهرمانی ها نشان داده است و برای آنکه خلق از زیر خرابزار تاریخی دوباره سر بردارد و قامت راست کند، پدروار غمخواری و سرپرستی نموده است. محمد جان شکوری. قاضی ملا عبدالعزیز راقمی بخارایی از شعرای عصر 13 هجری است. به مناسبت فتح شهر سبز در مدح امیر نصرالله با ترخام قصیده انشاد کرده ماده تاریخ را نیکو رقم زده است. از تحفة الاحباب به طریق انتخاب. از پی تسخیر خیش افراخت رأیش همتش، یاورش تأیید و نصری حضرت خلاق بود. فتح شد آن شهر بدعت برطرف، ظاهر صلاح تازه عین عدل او یک لمعه اشراق شد. فتح شهر و کسر بدعت، نصب عدل و رفع ظلم، بحر تاریخش عیان در کشوری آفاق شد. مخفی مباد که فتح شهر ش، کسر بدعت ب، نصب عدل عین، رفع ظلم ز ازغی است. این حروف چهارگانه به حساب جمل ابجد 1272 است که سنه مطلوب است.
میرزا رحیم رحیمی دیوانه سمرقندی از جمله شعرای عصر 13 هجری است. از تحفة الاحباب. حسرت نژادی یأسم طوفانی ناله ام، افکنده ناله‌ای به نیستانی ناله ام. مدهوش کرد خلق جهان را خروش من، صهبای غمزدایی خمیستانی ناله ام. لذت پرستی نغمه‌ای بلبل مشو به باغ، سطری بخوان ز نسخه دیوانی نالم. از سیل اشک آبی رخی محفلی غمم، وز برق آه سازی چراغانی نالم. از کلک من مخواه رحیمی ز جوش درد، چیزی به غیر یک قلم افشان نالم. مطلع. تا نگردد دل مصفا معرفت را بار نیست، می نماید عکس در مرآت اگر زنگار نیست. رحیمی به فرموده مومن خواجه شیخ الاسلام در پیروی به دل و نوایی خیلی اشعار فارسی و ترکی انشاد کرده است. قاضی ادریس خواجه راجی بخارایی، تولد 1298، وفات 1338 هجری. سؤال و جواب از تذکیره منظومه صدر سیاه. قدت بناز چی؟ سروی چی سرو؟ سروی چمن. لبت بلوطف چی؟ لعل چی لعل؟ لعل یمن. از آن چی؟ سرو خجی. بحری چی؟ ز بحری خرام. وزین چی؟ لعل ملول. از برای چی؟ زی سخن. رخت به نور چی؟ ماه چی ماه؟ ماهی سپهر. خطت به بوی چی؟ مشک چی مشک؟ مشک ختن. یکی گرفته چی؟ سبقت به چی؟ به عارض مهر. دیگر ربوده چی؟ نکهت. ز چی؟ ز برگ سمن. دو ابروی تو چی؟ قوس چه قوس؟ قوس قزح.
دو نرگسی تو چی مستی؟ چی مست؟ مستی فتن. اول کشیده چی؟ تیره. چی تیر؟ تیری جفا. دوم کشاده چی؟ سحر. چی سحر؟ سحری علن. ربوده دل کی؟ خمی زلفت از کی؟ از راجی. چی کرده؟ کرده نهان در کجا؟ بزیری شکن. نه ماهی نخشبو نی شاهدی کشمیر می خواهم. سراغ از حسن آن خورشید عالمگیر می خواهم. بجهد از نقطه لعلی لبش حاصل نشد رمزی. ز خط این نقطه سربسته را تفسیر می خواهم. به تدبیری نگاهی آهوی نازم که از وحشت نگردد رام الفت. هر قدر تدبیر می خواهم. نیامد از کفی طفلانی دامنگیر کاری من. بر رسوایی کنون شوخی گریبانگیر می خواهم. گدازی عشق تا کبریت احمر کرده اعضایم. زبوسی حقی لعلی لبی اکسیر می خواهم. زوصلی نوخطی شوقی حیاتی جاودان دارم. ز لطفت ای اجل گر اندکی تأخیر می خواهم. ز حولی خویش راجی می شمارم مایه قربت. دریغا خوابهای خفته را تعبیر می خواهم. از تذکیره محترم. تا نفس باقیست گرمی برخ جولانی توام. خاک گردم هم غباری گردی دامانی توام. شانسان گر استخوانی از تنم باشد هنوز. سینه چاکی حسرتی زلفی پریشانی توام. چند میلی خانه آینه گاهی می توان روی سوی خانه من هم که مهمانی توام. تیر بختی وحشت اندوزی بساطی قرب نیست. سایه‌ام گر سایه سروی خرامانی توام. میر دهرم تا مطیع خال هندوی توام. پیر دیرم تا مریدی چشم فتانی توام. گرچه خواندم از محبت فصل فصل و باب باب. حالیا طفلی نواموزی دبستانی توام. شهره گردیدم به عالم زان که راجی همچو مهر
مهربانا ریزه چینی، خوان احسانی توام. رباعیات در تضمین از خواهرزاده راجی اوحدی گرفته شد. امسال بنفشه از عذارش پیداست، یعنی خطی سبز مشکبارش پیداست. زود است که نرخ بوسه ارزان گردد، سالی که نکوست از بهارش پیداست. پیچید ز وصف لب به شکر کاغذ، وز مدحت خال شد معنبر کاغذ. وصف رخ تو قضا بر روی تو نوشت، کین خط نتوان نوشت بر هر کاغذ. در مراعات النظیر مراعات النظیر صنعتی است که شاعر در هر مصرع رباعی یک زمان، یک گل، یک معدن و یکی از 4 عنصر را جمع می کند، برانگی که در معنی آفاقی شعر خلل نآید. در 4 مصرع رباعی 4 زمان، 4 گل، 4 معدن و 4 عنصر که عبارت از آب و آتش و خاک و باد است ذکر می یابد. عینی لعلت کی پریر از سمن آب بیزاد، دی زو چو عقیق لاله بر خاک فتاد. امروز به گل زنی ز یاقوت آتش، فردا دهدت غنچه زمرد بر باد. این رباعی مدح و ذم را محتمل است. ای از قدمی تو بحری آموش و دریک،
خون گردد مشک و روشن آید تاریک. هر جا که رساند اثر تربیتش، از خاصیتی دمی تو بد گردد نیک. در تجنیس قافیه ای دلبری شوخ دلکشی دیده درا، کردم ز برات جای در دیده درا. بر پات غباری نرسد دیده درا، بیرون کندت سریشک گردیده درا. قطعه بشنیدم که یک دو سه روزه بهر آزاری چشم رنجیدی. رنجهای شب فراق مرا شکری لله به چشم خود دیدی. راجی از مقتدرترین معاصران خود و دوست نزدیک نعمت الله مخدومی محترم بود. راجی را قصیده های هر مصرع تاریخ و قصیده بی نقطه نیز بود، اما به همین قدر اکتفا رفت. محترم در تاریخ وفات راجی نوشته: مرثیه. افسوس نهال گل باغ فضلا رفت، چون باد هوا از اثری باد هوا رفت. اشارت بر آن است که راجی در وبا وفات یافته. افسوس نهال گل باغ فضلا رفت، چون باد هوا از اثری باد هوا رفت. در منزل وحشت کده اهل فنا بود، در مجلس خلوت کده اهل بقا رفت. از کشمکشی صورتی هستی دل خود چید، آینه برانداخت و خود محو لقا رفت. در دوره امکان که رضا او به قضا بود، در روضه رضوان شده راضی به قضا رفت.
در معبد تحقیق نیازی ابدی ساخت. یک سجده ادا کرد که تا روزی جزا رفت. بر روی زمین لطمه اصحابی سخن ماند، بر گوش فلک نایحه‌ای اهل عزا رفت. نایحه نوحه‌گری. بر روی زمین لطمه اصحابی سخن ماند، بر گوش فلک نایحه‌ای اهل عزا رفت. از صفحه دیوانی سخن معنی موزون، آهسته نفهمانده چوبوی ز صبا رفت. یا رب چه خبر قاصد غیبی به وی آورد، کاندر کف خود جان گرامی به فدا رفت. ماییم گرفتارتر از صید در این دام، او روحی مجرد شده از قید رها رفت. خون بس که فشردیم ز دل بحر وفاتش، از پنجه مژگان اثرش مثل حنا رفت. تا اون که در او حکم شهادت شده جاری، در حین وبا او به اعداد شهدا رفت. تاریخ ورا محترمی خسته چنین یافت، راجی به سوی مبدأ باقی بریجا رفت. سال 1338. ба фикри ман намунаи адабиёти тоҷик беҳтарин намунаи сайри тараққии адабии тоҷикон аст. устод айнӣ барои ёфтани баъзе аз нусхаҳои хаттии шоирони тоҷик басо рӯзҳо ки дар ба дару кӯча ба кӯча рафта то онро ёфтаву ба даст оварда ва дар натиҷа заминаи ҳозире барои танқиду таҳлилоти адабии тоҷикон омода намуда. майи соли 1926 Москав. Абулқосим Лоҳутӣ. шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 44-ро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.